با درود خدمت تمام مردم عزیز کشور ما. منظره که در پشت ما میبینید یکی از منظره ها و طبیعت های زیبای کشور شتلندی است. ما امروز با برادران با سیاحت اومدیم به کشور شتلندیا. واقعا هم در کشور شتلندیا برای یک سیاح بسیار امکانیت های یعنی خیلی زیاد فراهم آورده شده است و میتونه بدون یگان مشکلات به اینجا سفر کنید، در مهمانخانه های خیلی زیبا و با زندگی کنه و امن بی خطرش بسیار خوبی گرفته شده است و در کوههای بلند و در جاهایی که میره همیشه برای سیاحان امکانیت فراهم آورده شده است و اونها بدون یگان خطر میتونن به اینجا سفر کنند. و مهمتر از اون است که ما وقتی که در مهمانخانه بودیم صبحانه خوردیم، بسیار سیاحان از کشورهای اروپایی و زبانهای گوناگون مثلا آلمانی، سوئیسی و دیگر کشورها که سوئیس ها را به زبان آلمانی صحبت میکنن، سوئدی ها به زبان سوئدی و زیاد مهمون ها از گوشه و اروپا در اینجا دیده میشد، حتی از افریقا و از دیگر کشورها. و باید گفت که در مهمانخانه ای که ما اونجا بودیم، یک شب اون مهمانخانه قیمتش 60 زیادتر و 60 فونتی این کشور و در تاجیکستان معاش یک نفر در یک ماه میشه. حالا برمیگردیم که طبیعت زیبای تاجیکستان، این طبیعتی را که شما در اینجا میبینید مانند این زیباتر و بالاتر از این طبیعت است. واقعا هم کوههای بلند و عقبه‌های زیبایی که در اونجا دارد و چشمه‌ها و آب‌هایی که در اونجا هست واقعا هم دیگر به زبان تعریف کرده اش نمیشه. و من مطمئن هستم که اگر تبلیغ درست انجام داده شود، همین قدر سیاحی که در اینجا میآید با گرانترین قیمت در اینجا زیست میکند و در اینجا سفر میکند که آمدنش هم مشکل تر است و پرداختش هم مشکل تر است، به کشور تاجیکستان میروند و اونجا زندگی میکنند و اونجا سیاحت میکنند و مبلغی که در اینجا مصرف میکنند در اونجا مصرف میکنند که این به واقعا به کشور تاجیکستان درآمد خیلی خوبی میارد. برای همین دوستان گرامی، متاسفانه در تاجیکستان این مشکلات یعنی این امکانیت ها برای توریست ها یعنی سیاحان فراهم آورده نشده است و بی خطری آنها تامین کرده نمی شود. ما در گذشته میدونیم که به اسم داعش در داخل کشور ما چندین سیاح را به قتل رساندند و این میتواند باعث آن شود که مردمی اروپا و دیگر کشورهایی که سیاحت میکنند به اون منظره های زیبای تاجیکستان نروند و دیگر چیزهایی که میتواند باعث بگردد این پاره‌گیری و فساد زدگی پلیس های حکومت تاجیکستان. ما میدونیم که در گذشته یکی از بلوگران مشهوری اروپایی وقتی که به تاجیکستان سفر کرد و او بسیار بلاگ مشهور دارد در سامانه یوتیوب و فیسبوک، یکی از چیزهایی که او بسیار به شدت تنقید کرد این مسئله پلیسوایی بودن که از او پاره گرفتن و گفت که در هر جایی که من سفر کردم چنین نبود و تاجیکستان هر مناطقش که سفر میکنی پلیس این کشور از تو پاره میگیرد. این مسئله پاره‌گیری بسیار او را آزار و اذیت داده بود و بسیار اون را نگران کرد. البته از مهمون نوازی مردم بسیار خوشحال و چندین چیزهای مفید او را گفت. این طرز تبلیغ یک سیاح است. سیاح میتواند خودش بیاد برای تو تبلیغ بی پول بکند، نیاز نیست که تو برای او پول بدی، بلکه امکانیت فراهم میکنی تا سیاحان بیایند و خود تبلیغگری کشوری تو باشد. مطمئن باشید که اگر ما این فراهم را در آینده تاجیکستان این امکانیت را فراهم بیاریم، ما میتوانیم یک کشور سیاحی بشویم که باور کنید در جهان چنین یک کشوری نخواهد بود، چون طبیعت تاجیکستان واقعا زیباست. ما اینجا میایم حلاوت میبریم از این طبیعت، از امنیت اینجا، از امکانیت هایی که اینا فراهم آوردن. ولی اگر در تاجیکستان چنین شود، مطمئن باشید که مردم تمام جهان، نه تنها اروپا بلکه امریکا و مناطق افریقایی همه به کشور تاجیکستان سفر میکنن و از طبیعت اونجا لذت میبرن. پس فساد را از بین ببرید، امکانیت های توریستی را سیاحی را فراهم بیارید و مطمئن باشید که تاجیکستان پیشرفته در این کشور در آسیای مرکزی خواهد بود و یک بهشت می شود که همه آرزوی زندگی آن را خواهند کرد. پس خودخواهی را کنار بگذارید، فساد و تمامی قومگرایی، خشتباربازی و این مسئله را دور بگردانید و تاجیکستان را همچنین یک گوهرک چشم نگاه بدارید و تنها به خاطر اونی که تاجیکستان بتواند یک کشور پیشرفته باشد کار بکنه، نه به خاطر اون چیزی که امروز من دزدی میکنم، منافع خودم را، جیب خودم را پر میکنم. به خاطر این کار نکنید. لطفاً
تاجیکستان را خانوادگی نکنید. تاجیکستان خانه هر یک تاجیک، خانه هر یک تاجیکستانی است. پس به این احترام بگذارید، به تاجیکستان خدمت بکنید. پیروز با تاجیکستان. خدا نگهدار.